من در حدود 15 سال با اورژانس همکاری میکنم. زمانی که تو نیردریایی بودم بازنشسته نیردریایی هستم. 15 سال اورژانس شیراز بودم، اهواز بودم، بوشهر بودم، عسلیه بودم، جیروف بودم، بستک بودم، خیلی جا بودم. صبحم گفتم واقعا جای تشکر داره از آقای دکتر و شما و سایر مسئولین شهرستان که زحمت کشیدن برای شهر جیروف امداد هوایی آوردن. واقعا شهرهایی در کشور هستن که از جیروف هم بزرگترن، هم امکانات بیشتری دارن، هم مالی، هم توانایی چیزی، ولی این اورژانس هوایی رو ندارن. ما رفتیم یه روستای سربیژن بود، یه خانم عشایری بود، حالا حالش بد بود، آوردیم، شوهرش با ما همراه بود. گفت که من فکر نمی‌کردم هلیکوپتر برای من بیاد، فکر کردم هلیکوپتر که دارین فقط برای مسئولین و استاندار و نماینده مجلسه. گفتم به جان خودت اگر نماینده مجلس یه چیزیش بشه نمیرم بیارمش، اگه تو بشی میرم تو رو میارم. کلی کیف کرد. تو خداییش میگم من گفتم اینو، گفتم اگه مساوی باشه در کنارش به این باشه اولویت به شما میدیم. حقم همینه. که واقعا کلی هم کیف کرد و گفت فکر نمی‌کردم که شهرستان جیروف برای ما هلیکوپتر بفرسته. حتی مورد قبلی هم باز بچه‌ها یکی از دوستان تعریف کرد، یه آقای دیگه بوده اونم همین صحبتو کرده. یعنی واقعا یه دلگرمی برای مسئولین. نشون از درایت شما و نشون از اون حس هموطنات رو دوست دارید، تعهد دارید، تخصص دارید، هم شما هم سایر پرسنل و ما هم به نوبه خودم از شما تشکر. بازدید دور اولی رو که ما داشتیم یک شب بود، کم دیر وقت هم بود، بازدید رو انجام دادیم. اونچه که ما شاهد بودیم نظم و دقت و دلسوزی و حقیقتاً میگم من کوچکترین ضعفی رو تو این سیستم ندیدم و این نشون از مدیریت خوب این مرکز هست که هم آقای خیرخواه، معاونین محترم به ویژه جناب آقای دکتر افشارمنش صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. ما چک کردیم بدون که اینها مطلع باشند مدت زمان حضور اورژانس رو بر بالین یک بیمار، دیدیم که از اون شاخصی رو که هست شاید هم سریعتر پاسخ دادن، جواب دادن و این به هر حال جنبه‌های خوبی هست که مایه دلگرمی. از این جهت به نوبه خودم تقدیر و تشکر میکنم. در 98% مسیرهای اصلی ما تحت پوشش همکاران حوزه اورژانس. خب جای تقدیر و تشکر داره از همه عزیزان و بزرگواران، جوانترین و پویاترین و تقریبا پرتلاش در این گروه‌های توی حوزه ما در اورژانس ها و بخصوص اورژانس پیش بیمارستانی ما هستن که واقعا بسیار خدمات خیلی خوب و جانانه رو در حوزه اورژانس که همونجوری که شما می‌بینید در فضای مجازی هم گاهن عملیات‌های خاص رو به خصوص در همه حوادث حضور داشتن.